امروز میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهمی باهات حرف بزنم. پس همراه هم باشی. سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهمی که خودم شاید یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگیم بوده باهاتون حرف بزنم. موضوعی نیست جز شروع کردن به چند تا چیزای مختلفی میتونه بستگی داشته باشه که میخوام برات مهمترینش و تجربیاتی که خودم داشتم و از کجا شروع کردم باهات به اشتراک بذارم. شروع کردن شاید بگی چیه، از چی شروع کنم، اصلا برای چی شروع کنم، اصلا چیه شروع کنم. ببین، شروع کردن میتونه از راحت ترین چیزها باشه، مثلا همین اتاق بخوام تمیز کنم، نمیدونم بخوام کاری شروع کنم، نمیدونم بخوام باشگاه برم. هر چیزی که بخوای شروع بکنی به چند تا عامل مهم بستگی داره و همه چیزش برمیگرده به تو و چیزهایی نیستن که الان برات میگم. اولین و مهمترینش اینه که کمالگرا نباشی رفیق. اگه کمالگرا باشی تو هیچ کاری رو نمیتونی شروع کنی، هیچ کاری. حتی اگه بخوای کمالگری، حتی بر تمیز کردن اتاقت، اگه بخوای کمالگرا باشی، نمیگی اگه بخوای به خودت بگی نمیدونم مثلا لباسمو بذارم خیلی قشنگ تمیزش میاد، مثلا تایش کنی، نمیدونم چروک روش نمونه، خیلی با ظرافت تمام بخوای و تمام کمالگرایی بخوای خیلی روش وقت بذاری که مثلا تا نخوره، نمیدونم اتو کشیده بمونه و هر چیز دیگه ای و بخوای برای هر تا کردن لباست 1 دقیقه تا 2 دقیقه وقت بذاری، مثلا 20 تا لباس هم که داشته باشی میشه 20 دقیقه فقط تمیز کردن خود کمدت. و اگه بخوای اینجوری پیش بری برای هر قسمتی از اتاقت تقریبا میشه گفت که بعد 2-3 ساعت وقت بذاری برای تمیز کردن اتاقت و خب این باعث میشه که به مرور زده بشی از اون کار. یعنی چی؟ یعنی اینکه 2-3 ساعت بخوای تمیز بکنی اتاقت ها، بعد مثلا از سری های بعدش نه، ولی به مدت مثلا بعد چند ماه و چند هفته باعث میشه که تو دیگه خسته بشی از تمیز کردن اتاقت و دیگه اون کارا برات یه جورای زجر آور بشه، برات سخت بشه، تو دیگه بهش سخت نگاه می‌کنی، میگی قراره وای 2-3 ساعت اتاقمو تمیز کنم، حالا خیلی خستم یا مثلا حال ندارم یا مثلا حوصله ندارم یا ولش میکنم یه روز دیگه، یه روزی که مثلا از دم صبح بلند میشم که وقت زیادی داشته باشم. نه، به نظر من اشتباهه. تو اصلا میتونی تو اتاقت توی 5 دقیقه 10 دقیقه نهایتاً تمیزش کنی، نه اونجوری که همه لباساتو بچپونی تو کمد اینا. نه اینجوری هم، نه اونجوری هم خوب نیست. ولی همین چیزا میتونی واقعا توی تایم خیلی کمی انجامش بدی. یعنی کمالگرا نباشی، یعنی اینکه یه لباساتو توی 10 ثانیه 5 ثانیه تاش کنی، قشنگ بذاری اونجا، خیلی هم قشنگ و تمیز سری، بعد میتونی ازش استفاده کنی و هیچ مشکلی نداره. این مثال برای مثال کوچکترین چیز بود که حالا اتاق تمیز کردنت میتونه باشه. ببین، مثال بعد مثلا بخوام بزنم در مورد مثلا کار، یه کاری تو میخوای شروع بکنی. آقا تو مثلا میخوای یه مغازه‌ای بزنی یا مثلا میخوای بری یه جا شاگردی کنی. من مثالش رو کار کردم از زدن مغازه میگم، حالا هر چیزی که میخواد باشه فرق نداره. اگه تو بگی که مثلا من میرم مغازه میزنم، نمیدونم باید بیام بهترین متریالا توش استفاده کنم، بهترین جنس ها رو بخرم، بهترین لوکیشن شهرم باشم، نمیدونم بگی که بهترین چیزها رو نیاز دارم، اصلا کلا حرف از بهترین بزنی. یعنی چی؟ یعنی بهترین چیزا رو داشته باشی، میشه کمالگرایی. میشه اینکه از پله 0 بخوای برسی پله 100، از پله اول بخوای برسی پله 100 و خب این یه چیزی غیر ممکنیه. تو میای به کسایی نگاه میکنی که چندین سال اون راهها رفتن و توش موفق بودن، تو اصلا نباید به اونا نگاه کنی، بعد جوری بهش نگاه کنی که اونا هم یه روزی از 0 شروع کردن، اونا هم یه روزی با کمترین تجهیزات و امکانات شروع کردن و رسیدن الان به اون. مثلا حالا اگه بخوام سوپرمارکت بزنم، رسیدن به اون هایپر بزرگ شهر و نمیدونم میلیاردها جنس دارن و میلیاردها سرمایه گذاری کردن توی اون هایپر. اینا نباید تو اینجوری نگاه کنی. اگر اینجوری بخوای بهش به کمالگرایی نگاه کنی، هیچ وقت تو نمیتونی یک مثلا مغازه بزنی یا مثلا موفق بشی تو هر رشته‌ای که میخوای، تو هر زمینه‌ای که میخوای. تو باید اول از همه کمالگرایی بذاری کنار. اگر کمالگرایی نتونی بذاری کنار، تو هر کاری ممکنه شکست بخوری. اینا قطعاً و به جدیت بهت میگم. اگه بخوام مثالش روی خودم بزنم، برای زدن اولین کانالم که میخواستم بزنم تقریبا 1 سال پیش بود. من 1 سال قبلش
تمرین‌ها رو انجام داده بودم، نمیدونم آموزش‌ها رو دیده بودم و هر کاری که نیاز بود انجام داده بودم. ولی متاسفانه چون یه آدم کمالگرایی بودم اصلا نمیتونستم کارم رو شروع بکنم. همیشه میگفتم باید بهترین نمیدونم کیفیت داشته باشم، بهترین محتوا رو داشته باشم، باید اصلا کارم نقص نداشته باشه. حالا این یکش مثلا یکم کج شد، اون یکم راست شد نمیدونم و هر چیز دیگه ای، این باعث میشه که تو عقب بندازه. من 1 سال عقب افتاده بودم از کارم، یعنی 2 سال بود که من داشتم فعالیت میکردم و سال بعدش بود که من شروع کردم، یعنی دقیقا 1 سال من عقب افتادم. میتونستم من از همون سال شروع کنم اگه کمالگرایی نداشتم. و خیلی ها رو من میبینم که دوچار همین کمالگرایی هستن و مهمترین مسئله به نظر من برای شروع کردن کم کردن توقعات از خودمونه. یعنی باید توقعاتمون خیلی خیلی کمش کنیم، به حداقل برسونیم، یعنی به اون جایی برسونیم که اذیتمون نکنه و بتونیم انجامش بدیم. تونستن انجام دادن یه کاری خیلی مهمه. تو نباید خودتو با کسی مقایسه کنی، اصلا نباید اینجوری باشی. یعنی اگه تو بخوای با خودت با کسی مقایسه کنی قطعا شکست میخوری، چون اون فردی که داری خودت با خودش مقایسه میکنی اون سالها براش تلاش کرده، حالا هر چیزی بخواد باشه، سالها براش تلاش کرده، وقت گذاشته، تایم گذاشته، نمیدونم سرمایه گذاری کرده و هر چیز دیگه ای. پس تو نباید اینجوری باشی رفیق. این اولین موردی بود که میخواستم با در میون بذارم و میریم سراغ دومین علتش. از اینکه بخوام دومین علتو برات بگم، میخوام یه چیزی دیگه ای بهت بگم. ببین تمام این چیزهایی که دارم بهت میگم چیزهایی که خودم اجراش کردم، اینا تمامش تجربیات خودمه. شاید تو بری یک جای دیگه یه چیزی دیگه ای ببینی، کتابیشه ببینی، نمیدونم، شاید همه اینها رو برات یه جور دیگه به صورت کتابی با کلاس بگه. من دارم یه جوری بهت میگم اینا رو که تو متوجه بشی. من اینا رو از روی جایی نگاه نمیکنم، اینا تمامش تجربیاته که خودم توی زندگیم داشتم و اگر قطعاً به تک تک اینا گوش بدی، قطعاً اگر موفق نشی پیشرفت خواهی داشت. خیلی میتونی خودت پیشرفت رو ببینی، چون اینا چیزهایی که خودم اجرا کردم. تو اگه بیای از کسی تجربیات کسی استفاده کنی که خودش این راه ها رفته باشه، قطعا خیلی موفق تری تا اینکه بخوای بیای از کتابی نگاه بکنی یا مثلا بیای از روی سایتی نگاه بکنی یا مثلا بخوای از حرفای کسی پیروی بکنی که نمیدونم بیاد برات از روی جایی بخواد توضیح بده. رفیق شاید درست هم باشه، من نمیگم درست نیست، قطعا هم درسته، هر کسی میاد حرفی میزنه درست حرف میزنه، ولی شاید اون طرف میاد مثلا برات از روی کتابی، نمیدونم، شاید میاد از روی سایتی، شاید از روی هر جایی برات بیاد حرف بزنه و شاید به یک زبون دیگه بهت بگه. شاید من میگم کمالگرا نباش، اون بیاد بهت میگه سختگیر نباش. البته جفتش توی مایه هستش، یعنی میشه گفت جفتش توی ما سختگیر زیر مجموعه همون کمالگیر نبودنه. ولی میخوام بگم اگه من اینجا دارم یه حرفای خیلی ساده بهت میزنم، شاید تو بری یک جای دیگه به یک زبان دیگه ببینیش، قطعا هم اونم داره درست میگه. حالا نمیگم درست نمیگه، ولی میخوام بگم من دارم به زبان خودمونی میگم که تو متوجه بشی دارم چی میگم. میخوام قشنگ بفهمی، چون منم چیزهایی که به زبان ساده باشن و خودمونی باشن ترجیح میدم تا اینکه بخوام بیام روی کتابی نگاه بکنم. متوجهی؟ من خودم چیزهایی دوست دارم بشنوم و ببینم که از یک فردی باشه که خودش اون راه رفته باشه، بدونه داره چی میگه، از خودش باشه. من خیلی سمینار رفتن و دوست دارم برم سمینار آدمای موفقا ببینم، اونا بیان برام حرف بزنن. خیلی میتونه بهم کمک کنه و انگیزه بگیرم تا اینکه بخوام یک کتاب انگیزشی بخونم. خیلی بیشتر سمینار رو دوست دارم توی یک کتاب خوندن، نمیدونم، موفق شدن و رازهای موفقیت ها، روش‌های پولدار شدن و هر چیز دیگه. من ترجیح میدم سمینار کسی که موفق شده و به پول رسیده و از صفر رسیده به 100 را برم ببینم اون چی میگه تا اینکه بخوام یک کتابو بخونم. جفتش خوبه، نمیگم کدوم خوبه کدوم بده، ولی من ترجیحم اینه، چون اینجوری عادت کردم و شاید هم تو به نظر من روش خوبیه که خودم دارم استفاده میکنم. تو هم اگه دوست داشته باشی به نظرم و قطعا از این مسیری که من میرم اگه تو هم بری،
به نظرم قطعا میتونی موفق بشی و خیلی بیشتر بتونی نتیجه بگیری، بیشتر بتونی نمیدونم انگیزه بگیری و بیشتر در خودت این تغییرات رو احساس بکنی. من به صورت کلی بهت بگم اینه که رها باشی و فقط در لحظه باشی و براش تلاش کنی. برات مهم نباشه که چه اتفاقی میفته و فقط از تلاشات و حالا نمیدونم شکستات هر چیزی که باشه. ببین من مثلا اگه حاضرم خودم به شخصه حاضرم 10 تا مسیر را برم تو هر کدوم شکست بخورم و توی مسیر 10 موفق بشم، ولی ترجیح نمیدم که یک مسیر رو برم، فقط ترجیح میدم تو 10 تا مسیر برم و شکست بخورم و خودم تجربه کسب کنم و از شکست هام برای بهبود عمل کردم استفاده کنم توی مسیر پیشرفتم، توی مسیر جدیدم. به عنوان مثال من اگه رفتم سوپرمارکتی زدم سرم به هر دلیلی کلاه گذاشتن، تو مسیر جدیدم دیگه حواسم رو جمع میکنم که دیگه سرم کلاه نره. مهمترین نتیجه که میتونیم از این دومین علت بگیریم اینه که رها باشی، در لحظه تصمیم بگیری، در لحظه کار بکنی، در لحظه نمیدونم باشی، کلا زندگی کنی، با آینده نگر باشی، ولی نه اون آینده نگری که خودت بخواد با بقیه مقایسه بکنه، بخواد باعث بشه از اون کار زده بشی انجامش ندی. و اینم که تلاشتو بکن و اگر خدای نکرده شکست خوردی هیچ اشکالی نداره، از شکست تجربه کسب میکنی برای موفقیت تو مسیرهای دیگه و تجربه های مسیر دیگه که اینکه تو تجربه داری. میریم سراغ علت سومش و علت آخر. رفقا مورد سومی که میخوام در موردش حرف بزنم و توی صحبت‌های قبلم در موردش حرف زدم مقایسه کردنه. به هیچ وجه خودت مقایسه نکن. یعنی چی؟ یعنی من نباید بگم اگه من مثلا این مغازه را زدم آیا به اون میرسم، به مغازه‌ای که موفق شده میرسم؟ آیا من میتونم به مغازه نمیدونم به عنوان مثال هایپر آسمان برسم؟ اسمش مثلا آسمان، حالا هر چیز، میتونم به اون هایپر نمیدونم ستاره برسم، به هایپر نمیدونم محمد برسم، به هایپر نمیدونم علی برسم، به هایپر حسن برسم؟ من میتونم به بدن مصطفی برسم، به بدن علی برسم اگه رفتم ورزش کردم؟ نمیدونم اگه رفتم یه کانالی زدم آیا من میتونم به کانال اونقدر مثلا فالوور جمع کنم، اونقدر لایک بگیرم یا نه؟ همین مقایسه کردنه باعث میشه تو رو دور بندازه، دیر تو رو برسونه و شاید اصلا تو رو نرسونه. مقایسه کردن واقعا خیلی بده، یکی از بدترین علت هایی که باعث میشه تو هیچ وقت شروع نکنی. اگه شروع کردم و به اندازه اون نشدم چی؟ اگه نمیدونم نتونستم به اندازه اون پول در بیارم چی؟ اگه نتونستم به اندازه اون محبوب بشم چی؟ به اندازه اون فالوور بگیرم، ویو بخورم، لایک بخورم چی؟ هیچ وقت خودتو با کسی مقایسه نکن. به مرور زمان و با زمان گذاشتن و تایم گذاشتن و بهتر کردن خودت قطعاً یک روزی به جایگاهی که میخوای میرسی، شاید بالاتر از کسی که باهاش مقایسه کردی، ولی هیچ وقت خودتو با کسی مقایسه نکن. و در آخر هم میخوام بهت بگم اگر این 3 تا نکته را که کمالگرا نباشی، رها باشی، آینده نگر باشی، ولی در لحظه زندگی بکنی، تلاشتو بکنی و از تلاشات تجربه کسب بکنی و از شکست ها برای بهبودی خودت استفاده کنی. و سومین علتش هم اینه که خودت مقایسه نکنی. اگه این 3 تا مورد تونستی به خوبی رعایت بکنی، قطعاً تو هر کاری که رفتی بهت قول میدم، تو هر کاری که رفتی، هر کاری که خواستی بکنی موفق باشی و بتونی روند بهبودی و بهتر شدن رو تو خودت ببینی. اگر حتی موفق هم نشدی،
قطعا تغییرات مثبت رو تو خودت میبینی. من اینا بهت قول میدم رفیق. دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. امیدوارم که مطالب خوبی رو بهتون گفته باشم. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بشنوم و ببینم. امیدوارم که موفق باشین. تا دیدار بعد. یا حق.